اگر میخوایی که آخرین کلمه تو در وادی جان کندن لا اله الا الله باشه، پس تو روزانه زیاد لا اله الا الله بگو دیگه. در وادی جان کندن کس میفهمه که آخرین کلمه ما چی است؟ میگه آخرین کلمه که از زبان کس برآید اگر لا اله الا الله بود او جنتی هست، اگر کدام کلمه دیگه برآید باز او دوزخی هست. والا ما میره چطور کنم؟ راه حل ازی چطور است؟ ما میخوایم که آخرین کلمه که از زبان من ببراید لا اله الا الله باشه. در وادی جان کندن زبان از کار مفته، حلق خشک میشه، دان انسان واز میمانه، چیخ زده میره، نفسک زده میره، روح میبراید. دمی لحظه که میکنه اینجا قلب است، آنچه در قلب است برآمده میره. اگر در قلبت لا اله الا الله بود صدا میکنه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. یک دکتر قلب قصه کرد، گفت که من بسیار متاسف هستم و بسیار جگرخون هستم به حالت بعضی از مریضایم. گفتم دکتر صاحب چرا جگرخون هستی؟ چرا تاسف میکنی؟ گفت برادر عزیز، من وقتی که در ماشینی که پیشم است دکتر هستم میبینم که ضربان قلب خلاص است، کارش خلاص است. برش میگم که برادر عزیز دیگه دکتر صاحبا هم دیگه گوشی موشی خود جمع میکنه که آخرین چیزای قلب از پایین شده میره، گلمش جمع میشه دیگه، خلاص زونه بر ما نشان میده. منتها میگه ما دمی آخری لحظه میخوایم همین نفر برش میگیم که برادر جان بله، میگه برش میگیم که بگو برادر لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. میگه مریض نمیتونم. چرا؟ در قلبش لا اله الا الله نیست. وقتی که ذخیره نباشه، وقتی که در جیبت پیسه نیست، تو رفتی در پیش دکان، در پیش دکان استاد شدی که جنس از 200 روپیه است و در جیبت یک قران نیست، جیبایت خالی است مثل جیب مواره، تو مرا یک 200 روپیه را کیک بتی میگه مرا پیسه تا، مرا نقطه تا. تو دوادی جان کندن میگی لا اله الا الله بگویم. دوادی که جور و صحتمند بودی چند دفعه لا اله الا الله گفتی که در قلب تو ذخیره شده باشه. وقتی در کامپیوترت است میخوایی که یک فایل بپالی، دیده نه بسیاری وقتا وقتی که سرچ میکنن، وقتی که پالیده میری اونجا سگک دنبک زده میره پسان برات میگه نیست چیزه. فایل که تو میپالی تو ذخیره نکردی، چی نمیپالی لوده سگک برات میگه نیست، کوکی نیست. اثر کوشش کن کدام نام دیگه داده باشی. پس زوادی جان کندن ما میخوایم لا اله الا الله بگویم، حداقل باید روزانه 100 مرتبه لا اله الا الله گفته باشیم که بالاخره این از زبان اذا تکرر الكلام على اللسان استقر القلب. قلب جای میگیره. ما گفتم که قلب جای بگیره. اوکی. گفت یک نفر باش میگم بگو لا اله الا الله، بگو خانه خراب وای کنه، وای چه خرابیگی بیڑا دی غرقیگی، وای چه لا اله الا الله، وای نسم ویلی نسته چی نسته. کوشش میکنه که بگویه اما در قلب چیزی نیست که برازو بته نیست. حقا کوشش میکنه نیست. چرا؟ گفت نفر دیگه هست برش میگم رفتیم دقیقا سرش میگم حال خود روحش گرفته میشه، وضعیتش خراب است. برش میگم لا اله الا الله، برش کلمه خواده مشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله. میگه قرار خواندن شروع کرده. خواندن کده میره رام جانی بسیاری کساس میگه رام جانی کفر است.
یعنی بیچاره کپار آدم این دوهات چالاک هستن پشت قوارگه که مینش نگرد که توی لاغریگه که مینک سیاگه که سادیگه است آنقدر خطرناک است که از طریق خواندن عقیده خدا در زبان تو جاری میکنن. رام بتا میگن. ما شما وقتی که یک کس پرسانت میکنن میگی الله میفهمه. صحابه میگفتن که الله و رسوله اعلم. اون دو میگن که رام جانه، رام میفهمه. پس او همین رام میفهمه را در داخل خواندن داخل کردن که رام میفهمه و یک نفر سر بایسکل روان است میگه رام جانی کلمه کفر میگه. ما تو لا اله الا الله میگیم صحیح او رام اجمی. پس این وادی جان کندن خود میگه من برش میگم که بگو لا اله الا الله خانه خراب بگو تلویزیون سعی کن قلبت خلاص است. این میگه رام جانی اینه میگه بالاخره با رام جانی مرد العیاذ بالله. با خدا بیچاره وقتا آدم خنده میگیره اما خنده نیست. اینجا باید سر با حالت از او گریه کنه. بیمان از دنیا رفت، بیمان رفت از دنیا. خب دیگه نفر است میگه باور بکنین دیگه اپار من از دل خود نمیگم. شاید بگین والا استاد خوب مهارت داره تو قصه را جور میکنه که آدم ایران میمونه. ما قصه جور نمیکنیم. قصه اگه جور کنیم دروغ میشه. از این خاطر میگه کسایی که زیاد فکایی میگن در فکایی زیاد دروغ است و این در روز قیامت در جمله دروغگویا حشر میشه. قصه دروغی آدم نمیسازه. لکن برای ما وقتی که یک دکتر گفته ما فقط روایت میکنیم. این دکتر صمیمی گفته والله اعلم دیگه ما خودم ندیدیم. من چون خودم که یک کسی جان بکنم یک روزم از ترس دیدن نمیتونم وضعیت بسیار خراب میباشه. گفت دیگه نفر برش می دکتر قلب است. گفت دیگه نفر دیدیم که گفش خراب است. گفت ما آمدیم واسه که دستمال کش کردیم. این دیگه دکترها سامونا رو گرفته برآمدن دیگه من برش رفتم با همین بیچاره آخری لحظاتش است با می مسلمان خدمت شو برش گفتم که بگو لا اله الا الله. گفت این بار من میگه که گفت داشت کلار بالا رفته دلار ات شده سر فلانی قد دلار است سر فلانی تو کردیم دلار فلان. ایسا گفت با کلدار و با دلار و با پوند و با استرلین و با ین ژاپنی و با ای یورو و با ای فوت کرد. تمام روز فکرش مغزش دماغش یعنی مجاریش کلش سر پیسه بود. چشمش پیسه میدید، گوشایش از پیسه چیز میکرد، زبانش پیسه بود، لمس پیسه را میکرد. حساب کرد ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا و عدده. جمع مالا پیسه را جمع میکنه و عدده حساب کرده میره. یک بندل اکیروان 2 برکاتی 3 برکاتی 4 برکات کتر دانش یک برکات گفته میره چی میکنه. بالاخره محبت مال در قلب ازی داخل شدن و گفته وادی جان کندن پیسه گفته میره خلاص. ولی گفت برعکس یک آدم مسلمان متدین با تقوا حافظ قرآن حافظ دین انسانی که جوانی که در جوانی در عبادت الله مشغول است هنوز ریش و بروتش تکمیل نشده 5 وقت نماز خود قضا نمیکرد. گفت این هم در یکی از حادثات همین جوان هم گفته یکی از حادثات انسان است دیگه. مرگ تو نیست که تو بگی والا مرگ بر مخصوص ریش سفید است. در قبرستان که بری قبر جواناست اتری بابگه کا سر جوانا گریان کردن که نواسهش مرده پیچروش گورش کرده و خودش بچه‌ش هم مردن نواسه جوانش هم مرده خودش قرار است. گپ سر از نیست که والا مرگ مخصوص موسفیدا هست. مرگ الموت یأتی بغتة. مرگ ناگهان میاد. خوب دمو لحظه که خوب تو چیزی یک چند وقت پیش کس فوت کرده بود این میگه پیسه داشت و مال داشت و تا 3 ماه میگه میراث ازی تقسیم نمیشه از که پیسه دار زیاد بود. رفته به شمالی به چکر زدن و سالنگ است. تو پس که میاد که محترم صاحب 60-70 هزار دلار موتر قیمت داره و یک موبایلش 2000 دلار قیمت داره. عزیزش موبایلش خطا میخوره از زیر پاش تا که دست خود دراز میکنه که موبایل بگیره موتر اشترنگش یک کمک تا میخوره میزنه کلام جای فلانی خان مرد. گپ سر این نیست که من جوان هستم یا سنم خرد است یا فلان است. ناگهان مرگ میاد. لکن میگه وقتی که جوان آمد میگه چون
در حلقات درس اشتراک کرده، مفهوم لا اله الا الله را فهمیده. لا اله الا الله روزانه، صبح، پیشین، شب، در وادی استراحت، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. گفت آل وقتی که دیدیم که این خب بیچاره در حادثه است یا هر چیزی که شده دیگه، گفت جوان فوت میکنه. گفت میگه ما برش میگیم که من نزدیکش رفتم که زبان از شورک میخورم. میگه من برش گفتم که بگو لا اله الا الله. میگه من برش گفتم بگو لا اله الا الله. میگه بر من گفت که دکتر صاحب سک در وقت جان کندن، میگه بر من کلمه را یاد داد. میگه بر من گفت که دکتر صاحب تو نگو. چی بگویم؟ بگو که لا اله الا الله. لا نیست، نفی کو تمام مخلوقات. نیست هیچ ملائکه قابل عبادت، نیست هیچ پیغمبر قابل عبادت، نیست هیچ مخلوق قابل عبادت، نیست هیچ درخت قابل عبادت، نیست هیچ موره قابل عبادت، نیست هیچ بت قابل عبادت. لا اله، نیست هیچ کسی معبود به حق الا الله، بغیر از الله. میگه در وادی جان کندن خود برای من شکل درست تلفظ با معنای کلمه ده. یکی ایست که آدم کلمه را میگه لا اله الا الله، اله الا الله، معنایش نمیفهمه. اما کسی که معنایش میفهمه با معنای کلمه میخونه که لا اله، نفی میکنه مخلوقه، باز میگه الا الله، بغیر از الله جل جلاله. او مستحق عبادت است و او معبود است و به او باید سجده کرد، رکوع کرد، توبه کرد، استغفار کرد، رجوع کرد. این حال ما چطور میتونیم قلب خود قلب سلیم بسازیم؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. کی میتونه جوابش بگه؟ چه قسم میتونیم؟ از طریق پنج چی؟ پنج نهل، پنج چی؟ پنج مجرا. چطور میتونیم قلب خود پاک بسازیم، قلب سلیم بسازیم؟ پنج مجرا. پنج مجرا یعنی حواس پنجگانه، یعنی حواس پنجگانه خود مثبت استعمال کنیم. حواس پنجگانه رو چی استعمال کنیم؟ مثبت. اگر حواس پنجگانه رو مثبت استعمال کردیم، قلب ما خود به خود پاک میشه. اگر این پنج حواس گندگی ها رو در قلب ما انتقال داد، قلب ما چی میشه؟ سقیم.